120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. پرهام از همدان خیلی ممنون بابت کلیپی که فرستاده بود و کلمات زیبایی که نوشته بودی. دوست عزیز بهارک از اصفهان پیامتون رسید. خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستیم و امیدوارم که بتونید ارتباطتون رو بیشتر هم بکنید. کیومرث کیهانی ایمیلت رسید از دردهایی که رژیم فرید آخوندی تحمیل کرده. گفتی که البته خودت هم گفتی یکی از هزاره و قطعا درمانی برایش نیست جز سرنگونی رژیم فرید آخوندی. گودرز از استان فارس خیلی ممنون از پیشنهاداتت. ضمن خیلی تحت تاثیر فروتنی قرار گرفتیم. همونطوری که خواسته بودی پیشنهاد خوبت رو به دوستانمون در بخش فنی هم رسوندیم. عمو حسن عزیز از پاکدشت خیلی ممنون، تصاویر قشنگتون رسید. یک جواب خاصم به شما داریم که حتما میفرستیم. مراتسان تصاویر جالبی در مورد راهکارهای نظام آخوندی برای خروج از بحران فرستاده. در حینی که ملاحظه میکنید از مجید ساعتچی و دلنوشته های دلنشینش تشکر میکنم. مسعود کنوز، میترا، نرگس قفاری، فتانه هنگامه، عینی آنا، علی انصاری و دوست گرامی یاس خیلی ممنون از نکاتتون. سپهر آزادی کلیپ قشنگ کودک بسیار قابل استفاده است. مانی از اصفهان و حمید از قم ضمن تشکر جواب جداگانه براتون فرستادیم. علی آزاد ممنون از کلمات زیبات. حسین از تهران به آدرسی که گفتی جواب دادیم، اگر به دستت نرسیده مجددا اقدام میکنیم. اشکان از کرمانشاه، حسن از کرج، فرشته آزادی، علی مراد، حامد از مشهد، کریم مرادی، حسن هادی، وحیده پاتریس، پویا، سعید حقیقی، مانی بهنام، پیروز خدادادی، خسرو و سامان راه بابت نکات و طنزهاتون ممنونیم. دوست عزیزی با نام مستعار سبز تنها تصاویری از فعالیت خودش در رنگی کردن تصاویر خامنه‌ای دجال رو فرستاده که برای قسمت‌های زیربط هم فرستادیم. جواد جمشیدی، محمد از استرالیا، میلاد از شیراز ممنون و متشکر بابت مطالبی که فرستاده بودید. همینطور دوست گرامی پیک شادی خانم شیرین از آمریکا بسیار ممنون.